سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 19 می همراه شما. در جنوب تاجیکستان مشق‌های وسیع مقیاس نظامی خاتمه یافت که در آن سربازان 6 کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی شرکت داشتند. هدف رزمایش که در ناحیه قبادیان در رزمایشگاه حرب میدان با جلب 2500 سرباز صورت گرفت، نشان دادن قدرت این نیروها در مقابله با گروه‌های تندرو و تروریستی بوده است. البته مشکل زیاد است. قانون‌های کشورهای عضو مختلفند. شرایط تأمینات و حتی اسلحه هم مختلف است. در سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان و جمهوری بلاروس شامل هستند. مشق‌های نظامی در تاجیکستان در زمان صورت گرفت که طالبان و دیگر گروه‌های تندرو و تروریستی در مناطق افغانستان و نزدیک به مرز تاجیکستان فعال شدند. در شهر قرغانتپه مرکز ولایت ختلان در یک همایش راه‌های پیشگیری از پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های تندرو و تروریستی را بررسی کردند. نمایندگان حکومتی محلی و وزارت امور داخلی تاجیکستان به حاضران نشست فیلم را نشان دادند که درباره عاقبت‌های جنگ سوریه نقل می‌کرد و در پس منظر والدانی را نشان می‌دادند که از فرزندانشان می‌خواستند جنگ را مانده به وطن برگردند. در این نشست در مرکز ولایت ختلان گفته شد که تاکنون 65 ساکن ولایت که نصفشان از منطقه قرغانتپه هستند با بهانه جهاد به سوریه رفتند و 22 نفرشان کشته شدند. در پایتخت تاجیکستان ممکن است سالهای نزدیک ساختمان راه 3 قبطه شروع شود که حرکت در راه‌های تنگ دوشنبه را آسان می‌کند. طرح این راه را یک جوان تاجیک کشیده است و خودش میگوید بانک اروپایی بازسازی و رشد برای ساختمان راه $10 میلیون پول جدا می‌کند. سفر شریف زاده مؤلف این طرح و ختم کننده دانشگاه تکنیکی به نام محمد آسیمی به رادیو آزادی گفت از سال دوم دانشجویش سر تهیه این لایحه کار می‌کرد. قرار است ساختمان این راه همین سال شروع شود. بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها در تاجیکستان نیز روز 18 می در اکثر نمایشگاه و آثارخانه ها بر روی مردم باز شد. در این روز به مردم اجازه می‌دهند رایگان و شبانه هم برای دیدن اشیاء، آثار عتیقه و یا مصوره و دیگر اکسپونات های نادر به هر آثارخانه بروند. روز 18 می بزرگترین آثارخانه کشور، آثارخانه ملی تاجیکستان هم در خود را برای صدها نفر باز کرد و خواهشمندان دیدن این آثارخانه هم کم نبودند. ملی تاجیکستان با اقدام شب در آثارخانه همراه شد و بار اول این چهاربینی در آثارخانه ملی تاجیکستان برگزار کرده شد. تماشابینان آثارخانه ملی تاجیکستان نوبسته از آنکه تماشاش رایگان است یا که با پرداخت مبلغ معین است زیاد است. ورود به آثارخانه ملی روزانه رایگان بود ولی شبانه قیمت بلیط آن فقط 5 سومانی را تشکیل میداد. دسته‌های مینی فوتبال نهادهای قدرتی تاجیکستان و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان مسابقات دوستانه را در شهر قیراقم در ولایت سوخت آغاز کردند. بازی‌های فوتبال بین افسران پلیس و دیگر نهادهای قدرتی با تشبث وزارت امور داخلی تاجیکستان برگزار می شود. در این مسابقه 9 دسته، یک دسته ای از روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و 6 تیم از مقامات انتظامی و قدرتی تاجیکستان شرکت دارند. Этот турнир, по-моему, не только футбол, спорт, а взаимодействие, отношения между сотрудниками милиции Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана. Я думаю, от этого турнира мы выиграем много большего, чем спорт. در اولین بازی بین دسته‌های تاجیکستان و قزاقستان میزبانان به دروازه فوتبال بازان قزاق 2 گل زدند و با حساب 2-1 پیروز شدند. بازی‌ها در ورزشگاه شاهین از 19 تا 22 می ادامه می‌کنند. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.